خجالت بکشین. واقعا شماها انسانین؟ شماها کین؟ یعنی چجوری میتونین انقدر راحت به آبروی این دختر بازی بکنین؟ در روزهای اخیر بین سحر و دنیا دادرسان تنش‌های ایجاد شده است. دنیا دادرسان نظری نداره. عامل فروپاشی تمام خواننده‌های رادیو جوان. ما هممون اگه از رادیو جوان اومدیم بیرون فقط به سحر در مصاحبه صحبت‌های در مورد توجه بیشتر رادیو جوان به دنیا دادرسان کرده بود. یعنی ما خیلی راحت به 1 سنت فروخته شدیم. اون چیزایی که باید یه روزی بگم میلیون دلاری ارزش داره. چیزایی که دیدم، چیزایی که شنیدم کم در جواب دنیا دادرسان در صحبتی عجیب بیان کرد سحر با آوردن اسم او در پی معروف شدن است. شخصی نشسته جلوی دوربین به هر دلیلی دیده شدن ویل گرفتن، اصلا دلش بره هر چیزی داره یک سری خزعبلات و اطلاعات غلط در مورد من به مردم میده. هر چی راجع من میخوای. در سحر در ویدیویی به دنیا دادرسان گفت زمانی که تو با آقا کامبیز داشتی کلیپ میساختی بلاگری میکردی، من در حال اجرای زنده در شبکه‌های تلویزیونی بودم و نیازی به توجه بیشتر نداشتم. کارام نمیگیره و کارام شنیده نمیشه، اسم ایشونو آوردم که کارامو مردم تو خدا بشنون. دختر خوشگل، دختر خوب. وقتی من شروع کردم به خوندن، شما داشتی با کامبیز جون ویدیو فان درست می‌کردی. من 7000 شب اجرا کردم روی استیج. حالا بخوام با اسم شما معروف بشم؟ با مصیبت‌ها. اگر قرار باشه با اسم کسی معروف شم، دو تا آدم بزرگ با ابهت انتخاب میکنم، نه شما رو. برای من لباس فرستاد که مثلا عکس بگیرم استوری کنم که این کارم کردم، اتفاقا من عکس گذاشتم استوری گذاشتم و تگشون هم کردم. شما تو لایوتون دارین درس از انسانیت میدین، احترام بزرگتر. حالا هم کاربری که تقریبا همه میشناسیم تهمت بسیار سنگینی که رابطه با شادمهر هست به سحر زد و واکنش سحر به این موضوع این است که تهمت وحشتناکی زده و اگه نتونی ثابت کنی ازش شکایت میکنم. سحر مقدس که یه زمانی یکی از خواننده‌های اصلی رادیو جوان به حساب میومد و هنوز هم ویدیوهای سحر تو پلتفرم یوتیوب رادیو جوان جز پربازدیدترین ویدیوهای رادیو جوان به حساب میاد، چند سالی است به خاطر این چیزی که حالا سحر خودش پشت پرده مدیران رادیو جوان اعلام کرده از این پلتفرم دور مونده. چی دیدی؟ بگو ببینم. چی دیدی؟ بیا بگو. چرا نمیگی؟ چرا همه تو فقط چیزایی من دیدی هیچ چیزی راجعش صحبت نمی‌کنه؟ چند روزی از دعوای سحر و دنیا دادرسان توی فضای مجازی میگذره، دعوایی که به خاطر ادعای سحر در مورد پشت پرده روابط دنیا دادرسان و مدیران رادیو جوان که به حوض خواننده‌های جوان زن رادیو جوان ختم شده، دعوا و درگیری شروع شده. چون قبل از اینکه ایشون به رادیو وارد بشه، قبل از اون ما همه داشتیم کارمون انجام میدادیم، هیچ کس مشکل نداشت، همه چی به روال بود، کار میدادیم بیرون، ویدیو میدادیم بیرون و هر دو طرف از همدیگه دست به افشاگری و پاسخهای تند زدن. سحر همینطور مدعی شد که خیلی از خواننده‌های خانمی که توی سالهای اخیر به رادیو جوان پیوستن به خاطر حاشیه‌هایی که دنیا دادرسان ایجاد کرده خیلی زود از این گروه کنار گذاشته شدن که نمونه‌هایی از این قضیه افرادی از جمله آنیتا کیمیا و همینطور سارن که خب یه زمان با رادیو جوان همکاری کردن و تو اوج و شهرت بازدیدهای بالایی که آهنگ‌ها و موزیک ویدیوهاشون میگرفت از رادیو جوان به صورت کامل کنار گذاشته شدن و الان میتوانیم بگوییم که تنها خواننده جوان و مطرح که برای رادیو جوان کار میکنه دنیا دادرسان هستش. ایشون اینطوری صحبت میکنن که افکار عمومی رو نسبت به من خراب کنن و برای خودشون ترحم بخرن. من اصلا تمایل نداشتم با این خانم کنسرت برم. با من تماس گفتن که برای کنسرت استانبول بعد شما بیای. من قبول کردم. بعد به من گفتم باید با خانم دنیا دادرسان بیای برنامه رو اجرا کنی. من گفتم نه، من با ایشون نمیخونم. و به من گفتن تلفن قطع شد، دوباره تماس گرفتن، گفتن اگر کنسرت گذار گفته اگر سحر مدعیه که روابط پنهانی که دنیا دادرسان با مدیران شبکه رادیو جوان داشته باعث شده که کل تریبون رادیو جوان در اختیار دنیا دادرسان باشه و همه خانم‌های رادیو جوان به صورت کامل کنار گذاشته شوند. اون توی استوری که همین چند روز پیش هم منتشر شده ویدیویی از تمام خواننده‌های خانمی که در سال‌های اخیر در رادیو جوان فعالیت داشتن و به یک باره کنار گذاشته شدن منتشر کرد و گفتش خواننده‌های با استعداد باهنر و با اصالت با شرف این خواننده‌ها هستن، نه کسایی که الان توی رادیو جوان تریبون دارن. آدمی نیستم تا کسی پا رو دو من بذاره کاری به کسی داشته باشم. به کسی کاری ندارم. سعی میکنم تا جایی که میشه
سحر ادامه داد که دنیا دادرسان تو روزهای اخیر ویدیوهاش دیده میشه و آهنگاش ویو میخوره. دلیلش اینه که کل ویترینه که ما داریم از عکس‌های ایشون ویو میگیریم. دنیا جانم، اگه اسم شما قرار بود کاری بکنه برای خود شما یه کاری میکرد. من چه نیازی به اسم شما دارم؟ این شما بودید که با من تماس گرفتید و به من گفتید بیام باهاتون همخونی کنم یه آهنگ رو باهاتون. دنیا گفت موسیقی ایران شده دنیا دادرسان و هیچ خواننده‌ای اصلا نمیتونه دیده بشه. اون گفت که تمام خواننده‌های دختری که توی رادیو جوان کار میکردن زیبا، خلاق، خوش صدا، کم سن و سال، مسلط به اجرای زنده هستن، اما حمایتی ازشون نشد. این که دیده نشدن دلیلش فقط و فقط عدم حمایت بوده و اینکه یه نفر بدون داشتن تمام نقشن‌ها دیده میشه و موفق میشه، دلیلش اینه که ازش حمایت شده و در مرکز دید قرار گرفته. خانم آف کورس حتی بلد نیست با یک آدمی که بزرگتر از خودشه پیشکسوتش صحبت بکنه. میگه سبزی پاک می‌کردی. سبزی پاک کردن کار بدی نیست. همچنین ادامه داد که شما اگه طلا فروشی داشته باشی و کلا توی ویترین فقط یه سرویس طلا باشه و بقیه سرویس‌ها رو قایم کنی، خب معلومه همه سراغ همون یه دونه سرویس میرن. سحر همچنین مدعی شده که من اطلاعات مخفی در مورد دنیا دادرسان میدونم که اگه فاشش کنم میلیون دلاری میارزه، ولی خب من این کارو نمیکنم و با ابروی کسی بازی نمیکنم. این صحبت‌های سحر مقدس بود. حالا واکنش دنیا دادرسان توی لایو اینستاگرامی اومد و صحبت‌هایی رو خطاب به مخاطباش و سحر مقدس انجام داد و البته اینم اضافه کنم دوستان، به هیچ عنوان داستان این نیستش که رادیو جوان اومده کنسپت و کارگردان و موزیک ویدیو و پر پول و پروداکشن و ست و لباسای مختلف و میکاپ آرتیست و عکاس و ست دیزاینر و اینا در اختیار من گذاشته، میگه دنیا برو این کارو اون کارو. نه اینطور نیست. همین ویدیوی آخری که من همین تیزر آخری که مال کارپنلی آهنگ جدیدم این قراره بیاد، همه اینا رو من با فکر خودم برنامه‌ریزی خودم جلو میبرم درست میکنم. همچنین دنیا گفت شما از یه طرف میگی که من آدم بی‌ارزشی هستم و لولم خیلی پایینه، ولی از طرف دیگه میگه اطلاعاتی که در مورد من داری میلیون دلاری میارزه. مگه میشه همچین اتفاقی بیفته؟ من ساسیو میبینیم ما جوش میخندیم، میگم ساسی فقط اسم من بد در رفت، تو یه موزیک ویدیو 7 ویدیو منه. من اصلا به اتفاقاتی که شما خودتون با اون لیبل دارین کاری ندارم، اما یاد بگیریم تو هر فیلدی کار میکنیم اگه یه روزی کنار گذاشته شدیم دنبال نقاط ایراد و اشکالات خودمون بگردیم، اونا رو درست کنیم، جایی که فکر کنیم یکی دیگه الان جای ما رو تعیین کرده. از طرف دیگه من تو تمام پلتفرم‌ها از جمله خود رادیو جوان هم همینطور کانال یوتیوب هم تعداد سابسکرایبام هم آهنگا و موزیک ویدیوهام از شما بیشتره. درسته شما قدیمی‌تر از من بودی و خیلی قبل‌تر از من در رادیو جوان فعالیت می‌کردید، ولی خب مجموعه ویدیوهایی که من منتشر کردم، آهنگایی که منتشر کردم نشون میده که طرفداران من خیلی بیشتر از تو هستن. الانم نمیدونم این شاید چی هستش که در مورد من راه انداختی. نمیدونم اون چی که همتون میدونید و من میدونم و نه مدیران رادیو جوان. اگه میشون اطلاعاتی که میگی میلیون دلاری میارزه رو فوش بکن، هم به میلیون دلار برس هم ببینم داستان چی بوده.